بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد وجهك بارك الله فيكم. سوالی که در مسئله قسم خوردن به قرآن داده بودید که آیا قسم خوردن به قرآن این به شرک داخل می شود یا که شرک نیست؟ البته این مسئله تفصیلات دارد. تفصیلش همین است که قرآن این کلام الله است. وقتی که ما قرآن میگیم در این دو چیز وجود دارد، کلام الله وجود دارد و ورق و بعد از این قلم مثلا رنگ وجود دارد. به کلام الله سبحانه و تعالی قسم خوردن جایز است، زیرا که به الله قسم خوردن این به اسما و صفاتش هم قسم خوردن داخل می شود. اقسم بالله، اقسم بالرحمن، اقسم بکلام الله. اگر بگوید قسم به کلام الله میخورم، کلام الله صفت الله است، قسم خوردن به الله جایز است. اما مقصد از قسم خوردن به قرآن این باشد که امروز خیلی که بسیاری انسان ها قسم میخورند، قسم به قرآن میخورند، گفته خود کتاب در نظر دارند، یعنی همون ورق و همون نوشته شدگی چیزهایی که در درون ورق است، هم رنگ و هم ورق این مخلوق است و به این قسم خوردن این جایز نیست و این مخلوقات به الله هیچ یعنی نسبت داده نمیشود. از همین جهت روایت امام ترمذی و ابو داود به حدیث صحیح اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من حلف بغیر الله فقد اشرک، و در روایت کفر، یعنی من حلف بغیر الله فقد کفر و اشرک. این مطلق است، یعنی هر کسی که بغیر الله سبحانه و تعالی قسم بخورد این شرک رو انجام داد و این کفر رو انجام داد. و این کلمه عموم است، بغیر الله هر چیزی که مخلوق بغیر الله باشد، هر چیزی که مخلوق از غیر الله هست و به این قسم خوردن جایز نیست. و از همین جهت کسی که وقتی که به قرآن قسم میخورد مقصدش کلام الله باشد، مقصدش به کلام الله قسم خوردن باشد، یعنی به صفت از صفات الله قسم خوردن باشد، جایز است. اما قسم خوردنش به این باشد که قسم به قرآن میخورم، به همین کتاب قسم میخورم، به همین ورقی که هست تو همین نوشتگی دونشان رنگایی که هست همین قسم بخورد، این به باب شرک داخل شده، این شرک است، اما شرکی اصغر است، زیرا که قسم به همون کاغذ و قلم خورده شده است. بارک الله فیکم. از همین جهت ما میگیم که بهترش به مصحف قسم نخورد، به قرآن قسم نخورد، زیرا که به قرآن قسم خوردن یا شرک است، یعنی به شرک داخل می شود، یا که به شرک داخل نمی شود. لیکن امروز ما میبینیم از سبب جهل بسیار انسان ها صفت کلام الله نمیدونند و امروز قسم خورنده ها اکثرش به خودی همون کتاب قسم میخورد، به همون کتاب مخلوق قسم میخورد. مخلوق یعنی چی رو در نظر داریم؟ کاغذ رو، کاغذ مخلوق است، رنگ مخلوق است، اما خود قرآن کلام الله است، کلام الله این صفت الله مخلوق نیست. از همین جهت میگیم که به کلام الله قسم نخورید و مقصد شما اگر همون رنگ و همون ورق باشد این از باب شرک است و در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر امر کردند من اراد ان یحلف فلیحلف بالله، هر کسی که میخواد قسم بخورد قسم به الله بخورد، قسم الله به الله سبحانه و تعالی قسم بخورد. اما مثلا امروز بعضی دست بالای قرآن بمونده قسم میخورند، این چیز یک بدعتی نو پیدا شده است. در زمان پیامبر صلی الله علیه و هیچ کسی بالای ورق قرآن به دست مونده قسم نمیخورد، یا قرآن به در زمان صحابه دست مونده قسم نمیخورد و قسم خوردن دست بالای قرآن بمونده این شرک بمیدارد، برای اینکه ورقش به همون کاغذش به قسم خورده است. الله المستعان.